سلام خدمت همه آفساید دوستان عزیز عرض کنم که برخلاف تصاویر تیتراژمون این هفته خبری از آفساید و کارت قرمز و این حرفا نیست. یه شوت ضرب همچین جمع و جور جریان داره. نظام ولایت هم در اوج اقتداره، موشک داره، رزمایش داره، گرمایش داره، سرمایش داره. داوران نشستن گوشه زمین، تمام‌بر گذاشتن، چای میخورن و خلاصه همه چی آروم. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم. آرومیش آرومه ها، یعنی آرومه. اما این وسط چیزی هست که اون زیر تکان میخوره، یعنی چیزی هست میره میاد هی اینو تکون میده. اینه تکون میدن، هی میرن میان این تکون میخوره، بگین تکون نخوره. بله اون چی که تکان میخوره هم دل خامنه ایه، هم عمامشه، هم بیتشه. حالا اون چی که تکان میده چیه؟ فتنه یک فتنه عظیم بود. فتنه عظیم. بابا چی همتون دور برداشتید هی میگید فتنه. فتنه که دورانش گذشته. فتنه مال عصر بوقلیشا بود. گفتیم قدیمی دیگه، نه اینقدر. منظورم از قدیمی این بود که فتنه یه داستانی بود مال 5-6 سال پیش. بعد هم همون موقع مقام عظمای ولایت اومد نماز جمعه با یه چشمه درایت تهش رو بست. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم. بله با این جملات قصار فتنه تموم شد و رفت و برنامه ما هم در همینجا به پایان میرسه. بله خبر فوری اومده؟ چی؟ سواله؟ خب بشنویم دیگه فتنه 88 تموم شد و رفت و مثلا باید فرض بکنیم که حساب کار دست دشمن اومد یا نه هنوز توطئه فتنه ادامه داره و ما باید هوشیار باشیم. راست میگه، اینم خوش سواله. اگه فتنه تموم شده بود و رفته بود پس چرا این همه مرض فتنه گرفتن و فتنه میکنن؟ آفرین باریکلا. به این ترتیب و با این سوال مجبوریم آفساید رو کش بدیم تا اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه رو. این کش خودش یکی از تهدیدات نظامه. یه بار کش میدی، 2 بار کش میدی، اما این قضیه رو که کش بدی یهو دیدی و حالا آفساید چپ آفسازی میکنه از فتنه‌ای که اولش هیچی نبود. ببینید واقعا چه اتفاقی افتاد؟ شما میگین 200 نفر اومدن، من میگم 300 نفر، نه 1,000,000 نفر. آخه در مقابل جمعیت 75 میلیونی اصلا چیه؟ اصلا ببینید اصلا هیچی نیست. این که راست میگه، هیچی نبود. فقط اگر هیچی نبود پس این چی میگه؟ یک فتنه عظیم بود، یک خطر بزرگ بود. جریان فتنه با نظام در افتاد. در 15 سال اصل نظام رو. اینم راست میگه، هیچی نبود ولی یه خطر بزرگ بود. اینم خودش از معجزات نظام مقدس جمهوری اسلامیه که همه اون چیزایی که هیچی نیستن بعد فتنه عظیم میشن، بعد براشون ترانه میسازن و قصه میگن که بیا بریم. قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد، کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد، آتش فتنه چنان شد که خدا میداند، آنقدر دل نگران شد که خدا میداند. عجب سوزی تو صداشه بدبخت. عجب سوزی تو صداشه بدبخت. این سوز احتمالاً برخواسته از سوز دل مقام عظمای ولایته. بابا جو آبو بریز همونجا که میسوزه. بابا این چی بود این وسط؟ او بحث فتنه است. بحث اینه که تهران شده بود. تهران شده آخون کشون فتنه گرا قشون. چی؟ این تبلیغات دشمنای نظامه؟ باشه اون بیسیمو بده. آقا این مال روز عاشورای 88 مکالمات خودشونه ها. ببین چه قیامتی بوده. نه الان ترانه ولی هست، من دارم میبینم مورد داریم بابا. 3 تا
میخواد اعلام کنه داور تو خود شخصا تو محور قرار بگیره. برای نیروهاش در محل هستن، عمل نمیکنن، برخورد نمیکنن. خدا قولت خالد مشکل داریم. الان فرمانده و موقعیت داره تماس میگیره. جلو محل صدف مشکل داریم الان. کسی نیست اعزام بشه. امیر دو برآورد باید بکنه بزنه تو جمعیت. وقتی نیرو کم داره نزنه تو جمعیت. خب آقایون خانوما ببین چه فتنه‌ای بود که وسط خیابون تو روز روشن در ام القرای ولایت شعار میدادند حامل این قاتله ولایتش باطله. دست زدن و سود کشیدند و علیه عمود خیمه انقلاب شعار دادند. اصل ولایت فقیه رو کوبیدن بابا. این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. این ولی فقیه بدبخت ننه مرده رو گیر آوردن، حالا هی بکوب تو سرش، هی بکوب تو سرش. ولی فقیه نگاه نکنید رو سرش امامه نرمه میتونید به این کله بزنید. ما فقط این وسط نفهمیدیم این اصل ولایت فقیه که تو فتنه لگدمال شد، جرش دادن، سوزوندنش، اصلا از کجا اومد؟ از کجا افتاد تو آفساید؟ من و آقای بنی‌صدر تعقیب میکردیم اون قانون اساسی که آقای حبیبی اینا تنظیم کرده بودن ولایت فقیه توش نبود و ما ولایت فقیه اون رو عنوان کردیم اجمالاً. اما به این جوری که حالا ولایت مطلقه و اینا آقایون درست کردن اینا ما قبول نداشتیم. مرحوم آقای طالقانی هم مخالف بود یادم. اما اصل ولایت فقیه ما چون آیت الله خمینی هم خودش درسش گفته بود میدونستیم موافقه. چی رو موافقه؟ بابا اون یارو مطلق هم براش کم بود، میگفت اختیاراتمو ناقص کردی. این که در این قانون اساسی یه مطلبی ولو به نظر من یه قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آیین برای این که خب دیگه خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنن یه مقدار کوتاه آمدن، این که در قانون اساسی هست این بعضی شؤون ولایت فقیه هست. پرچم آفساید رو پایین میاریم و برمیگردیم تو محوطه جریمه، یعنی ادامه بحث داغ فتنه. میخوایم ببینیم که جنس فتنه چی بود؟ کتون بود؟ نایلون؟ مخملی بود؟ بالاخره این نشونه‌های توی فتنه به کدوم اشاره میکنه؟ در اوج حوادث و اغتشاشات پس از آن که به فتنه 88 معروف شد، سخن از انقلاب یا کودتای مخملی در رسانه‌ها به میون اومد. یکی دیگه از نشانه‌هایی که در انقلاب‌ها و کودتاهای مخملی وجود داره و در برخی از این جریانات هم به اجرا در اومده، پروژه به اصطلاح شهیدسازیه که با ترور برنامه‌ریزی شده در میان تظاهر کنندگان و یا معترضان اون رو به برخورد خشونت‌آمیز دولت تعبیر کرده و بهره برداری خود رو از اون میکنه. از اونجایی که تو زمان فتنه هیچ تظاهر کننده‌ای دوربین و موبایل دستش نبود که از چنین صحنه‌هایی فیلم بگیره و اینایی هم که می‌بینید همه جلوه‌های کامپیوتری و فتوشاپ و این حرفاست، مستندسازهای ولایت یه فیلم درست کردن که توش پروژه شهیدسازی رو بسیار باورپذیر به تصویر کشونده. اگه تراژیکت اینه کمیک زندگیت برسیم دل و روده برا ما نمیذاری. بله، با این روش‌های مخمل کبریتی بود که نظام ولایت رو به بلای فتنه دچار کردند و نظام افتاد تو آفساید. و بعدش هم کارت قرمز پشت کارت قرمز. اعتبار بین المللی ما از بین رفت. بعد از 88 سخت‌ترین تحریم ها انجام گرفت. تحریم نفتی صورت گرفت، درآمدهای ما رو نصف کرد. یکی این
تحریم بانک مرکزی صورت گرفت، بازار ارز ما رو ریخت به هم. یکی این تحریم حمل و نقل بین المللی ما صورت گرفت، تمام تجارت خارجی ما رو مخدوش کرد. یکی این تحریم های سنگین مالی. بله همینطوری یکی این به جایی رسیدیم که فتنه ای که اولش هیچی نبود تا همین جای کار ولی فقیه رو له و لورده کرد و خود سیدعلی هم شاهده. از نزدیک من شاهدم. آقا با عرض معذرت از اینکه همه این قضیه رو کش دادیم، اما سوال اون مجری تیویریش رو جواب ندادیم. بالاخره فتنه تموم شد یا ادامه داره؟ اگر ما توجه به این بازیگردانی نداشته باشیم همین اتفاق ممکنه فردا بیفته. سر همین بحث مذاکرات هسته‌ای و اینا بیان یه بامبولی درست کنن، یه موج اجتماعی درست کنن، دوباره یه فتنه دیگه تو کشور راه بندازن. خودمون رو درگیر 5 تا حادثه و 5 تا پرونده و 5 تا عنصر نکنیم. بیایم انرژی هامون رو بذاریم برای اینکه امسال باز فتنه برامون اتفاق نیفته. افتاد، دوریالی افتاد، اساسی هم افتاد. معلوم شد که نظام نه تنها از فتنه عبور نکرده، بلکه همچنان میتونه تو همین فتنه چهارچرخش هوا بره.